خانه این دارای 4 گوشه است. این 4 تا است. یک گوشه کش به سوی قبر میبره، یک گوشه کش به سوی قیامت میبره، یک گوشه دیگرش به سوی حساب روز قیامت میبره، یک گوشه که دیگرش نامعلوم جنت میره یا دوزخ. همین را نویسنده تکش در امضاش گذاشته. میگه وقتی مرد خودش خواندش لرزش گرفت. این چی قولنامه بود؟ نفر میگه پیش حضرت علی آمد. پیش حضرت علی آمد گفت حضرت من یک خانه خریدم. همون را یک قولنامه شنم مینویسی که باید استخیره داویر نیست. یک داویر شپر نمیکنی خیلی با حسن خطی خودت با مقصد قلم شما خیلی تبرک میشوه. بسیار باید اعتبار پیدا میکنه. آخی مرده که قولنامه خانه شد حضرت علی نویساندگیه. بعد حضرت علی بسیار برادرای عزیز شخصیت عالیم بودن. حضرت علی بسیار خصوصیت های خودش داره. نزد پیامبر ما بسیار محبوب بودن. بعد میگم خیلی نگاش کرده در چشمهاش میگه بسیار دنیا پرستی را دید. بسیار یک شخصی همین عاشقی دنیا را دید. بعد گفت مایلش گفت من گفت گرفت کاغذ را میگه بسم الله الرحمن الرحیم باری بلاکش نیست. این میت گفته کسی میمبرکو این میت از میت دیگری خانه را خریداری کرد در شهر مذنبین. شهر گناهگار. این کس جای زیشتش در شهر گناهگار هاست و این نفر از زمره آدمان غافل است. تکشت نیسوندیست یک مردک که شپر کسیده اقلام کرد. این مردک از زمره آدمان غافل است. خانه این دارای 4 گوشه است. این 4 تا است. یک گوشه کش به سوی قبر میبره، یک گوشه کش به سوی قیامت میبره، یک گوشه دیگرش به سوی حساب روز قیامت میبره، یک گوشه که دیگرش نامعلوم جنت میره یا دوزخ. همین را نویسنده تکش در امضاش گذاشته. میگه وقتی مرد خودش خواندش لرزش گرفت. این چی قولنامه بود؟ این چی داویر نیست بود؟ میگه همین را یه حضرت گم نکرد. هر کسی را که اگر نشان میداد در او آدم میگه تغییرات پیدا میشید. که چی یک باوری نامه زیبایی نویساند این مرده. برای همین برادران عزیز و گرامی مقصد منم چی بود که یعنی هیچ وقت دنیای ما مقدم بندگی ما نباشه یا برای دنیا ما شیده. برادرای عزیز هیچگاه امر الهی را پایمال نکنید. زیرا عمر دنیا بسیار کوتاه برادران، بسیار کوتاه. ولی پیش ما آخرت داره، ما خانه قبر داره. دویم گفت و اذا ترکت الامر بالمعروف و نهی عن المنکر حرمت برکت الوحی. هرگاهی که اگر در بین مرد امتای من امر معروف و نهی منکر ترک شید، الکی فهم قرآن و برکت قرآن از قلباتون گرفته میشه. نشستن پند نصیحت برادرها هیچگاه ما باید که در یاد فراموشی قرار ندیم. حتما نشستن هامون یا دیگر پند نصیحت کردن هامون اینا برای ما و شما بسیار مهمه، خیلی مهمه. شما میدونید پیامبر حتی قسم خورد گفت والذی نفسی بیدی. قسم حضرت حذیفه حدیث میاره میگه قسم به الله مهربان، قسم به بزرگی خدا که جانم در دست اوست. لتأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنکر او لیوشکن الله ان یبعث علیکم عقابا منه ثم تدعونه فلا یستجاب لکم. پیامبر گفت قسم بر آن خدایی که هستیم در دست اوست. امتای من تا زمانی که هستین
موعظه و پند نصیحت ترک نکنین و هیچگاه در مقابلش هم نیستین. زیرا اینکه در کدام از قوم جمعی که امر معروف و نهی منکر ترک شید، پیامبر گفت زود است که عذاب خدا بر بالاشون می آید. بعد از آن شما قاعده همینه دعا میکنین، دیگر دعاتون الله مهربان اجابت نمیکنه. برای چی؟ برای که شما امر به معروف و نهی از منکر ترک کردید. سیم بعد گفت و ایزا تصابت امتی سقطت من عین الله. اگر امت من قدرت پیدا کنند که یکدیگر حقارت کنند، شما ای رحمت خدا دور میشی. دشمن میکنین یا دیگر. پیامبر میگه وقتی دشنام کردین ای رحمت خدا شما دوری. وای به حال آن کسی که دهن حقارتی دارد. پیامبر میگه سباب المسلم فسوق و قتاله کفر. بین کسی برادری مسلمان شه، خواهری مسلمان شه، وقتی حقارت میکنه این آدم فاسقه. فاسق امام باشه پشتش نماز نمیخونیم، اگر شاهدی باشه در شاهدی رخش نمیتیم، برای میگیم فاسقه. و قتاله کفر، کسی مسلمان هم میکشه کافر میشه. دشنامش فسقه، قتلش کفره. امروز یک بار ببینین چند قدر حقارت میکنین. همکارات حقارت میکنین، خریدارات حقارت میکنین، زن تا حقارت میکنین، فرزندات حقارت میکنین. چقدر دهن بی‌معنی داری، چقدر حیات بدبختانه داری. این زنگه هایی که در ما میشوه، این خواهرایی که به نام خدا حاضر دیگه چه خیلی بگم آخی اکثر همین بچه ها اگه باید که گماناتون نروه ناماتون نمیگیرن زناتون. شما کی؟ شما چیکار میکنین؟ ما همین قیقی سیری بسیار یاد، ما بسیار شده همین شهر میبینم، میبینیش تماما واللهی نمیگم این آدم همین خیلی ریش داره، حاجی های، لیکن حتی حقارتاتون زبس کرده گیر. این خیلی حقارت های وزنین، این خیلی تعلیمات های بیمعنی. برادرای از احتیاط کنیم. پیامبر گفته اگر حقارت کردی ای رحمت خدا دور میشه، دور میشی. همین نزدیکی قطعی یک خواهر زنگ زد که حاجی بابا خیلی شما برنامه اینترنتی دارید، یک چیز قید کن. همین شوهری ما در ما ویدیو میپرتویا و میگه همون را تماشا کن، خانه‌داری را یاد بگیر. میگه بابای حاجی همین قیقی که من شرم میکنم، همون ویدیویی که همون میپرتویا شوهرم حاجیه. میگه اگر ببین میگه هش ای سرت نکنه چیز میگه بگو. میم بری نشرگید بشه و توری حاجی را یا پرده نصیحت پرتوش. نخواه که همین یک نفسی پدر نعلت چیه که این قدر برای همیشه در دنیا و آخرت تاریک کرده و سیاه کرده. دیگه برادرها بسیار چیزهایی من برای چی پیشتر گفتم امری به معروف نه از منکر در بین جامعه ما زیاد کندر کرد. زیرا که برادرها ما بسیار راههای نادرست رفتیسی، بسیار تنبلی های در عبادت پیدا شدیسه، نافرمانی پیدا شدیسه، امر الهی را پایمال میکنی چشم نمیپره.